نیست دیگه. شمال امروز زیاد است، یا همون باد بگوییم دیگه. بعضا میگن چرا شمال گفتی، بعضا رو باد بگوییم چرا شمال نگفتی. باد شمال هر کدامش که در نظر شما بهتر میگه. امروز زیاد است و باران هم میباره، کم کم اون زمین ترک کرده. بارندگی گفته امروز بعد از 3 افغانی معامله میشه دیگه. ببینیم هرچی خیر باشه دوستان عزیز، هرچی که خیر مردم و خیر کشور ما باشه. چون دیگه ای بازار دوستان عزیز، بازار مارکت کلش ترند بازار اقتصاد است. خصوصا که آرد قزاقی مردم ما استفاده میکنن و ایاردا تمامش وارداتی هست. اون طرف دوستان عزیز مارکت پیاز و کچالو هست در بخش شهر کابل که میبینین. سلام و درود مسار همه شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، در کابل یک رقمک طوفان ضعیف است که شمال است و باران و در بشر خاکباد هم بود حالا نیست دیگه. شمال امروز زیاد است، یا همون باد بگوییم دیگه. بعضا میگن چرا شمال گفتی، بعضا رو باد بگوییم چرا شمال نگفتی. باد شمال هر کدامش که در نظر شما بهتر میگه. امروز زیاد است و باران هم میباره، کم کم اون زمین ترک کرده. بارندگی گفته امروز بعد از 6 تا ساعت 11 شب و ببینیم دیگه که ادامه پیدا میکنه میباره یا نه. روی کارا 100% معلوم نیست. دوستان عزیز، ما هم در جاده مارکت شهر کابل هستیم. قسم خودتان میبینین دکانای عمده فروشی خوراکه در این بخش مارکت موقعیت داره و ما دوستان عزیز در اون طرف که قبلا می رفتیم حالا نیستیم و منظورم از که دفعات قبل در اون طرف سرک که مارکت پیاز و کچالو هست در اون طرف نمیریم، البته میریم بعدا. حالا بازار این طرف ببینیم، این طرف بازار دوستان عزیز زیادتر بازار مواد ارتزاقی هست، از قبیل همین آرد، روغن، برنج که در این روزا قیمتش دوستان عزیز یک بوی برنج تقریبا تا 4000 افغانی میرسه. اگر بسیار قیمت است، مردم توان خرید یک بوی برنج ندارن. 4000 افغانی بسیار پیسه دیگه. بازم ببینیم که چی میشه، هرچی خیر باشه. از بازارهای اقتصادی دلار امریکایی امروز یک افغانی پایین رفت و یک دلار و 63 افغانی معامله میشه دیگه. ببینیم هرچی خیر باشه دوستان عزیز، هرچی که خیر مردم و خیر کشور ما باشه. چون دیگه ای بازار دوستان عزیز، بازار مارکت کلش ترند بازار اقتصاد است. خصوصا بخش مواد ارتزاقی که زیادتر ما چیزای وارداتی هم داریم. البته نصفش وارداتی است، نصف دیگه شوال کارخانه‌های تولیدی در افغانستان زیاد شده، بسیار زیاد، از قبیل روغن و مثلا بسیار چیزای دیگه دوستان عزیز. فکرش بکنین رب و هر چیز دیگه. قبلا دوستان عزیز اگر یادتان باشه رب هدیه بود، بهترین رب در بازار که از ایران وارد میشد، اما حالا نیست. حال ربای فریال است مثلا دیگه که در کارخانه های خود افغانستان و اگر اشتباه نکنم رب فریال یک فابریکه های تولیدی صنعتی هرات تولید میشه. این جاده مارکت سرک 5 دیگه. این دوستان عزیز افغانستان رو به خودکفایی هست و همون سخت‌ترین چیزی که وارد میشه و گرانترینش همین آرد است که آرد قزاقی مردم ما استفاده میکنن و ایاردا تمامش وارداتی هست. اون طرف دوستان عزیز مارکت پیاز و کچالو هست در بخش شهر کابل که میبینین. درباره از مارکت ها و سبزیجات و چیزا دوستان زیاد حرف زدیم. اینه بیادریم رو دوباره
موتر خود در پیاده رو پارک کرده، در حالی که سرک دوستان عزیز بخش پارکینگش کنه خط کشی هم شده. ببینید این خط کشی به خاطر جای پارک موتر است، اما مردم ما میان در پیاده رو استاد میکنن. من نمیفهم دیگه که مردم ما چه قسم بفهمونیم، مثلا یا فهمون نمیشن یا نه دیگه. بعض جاهای دوستان عزیز هم ما اشتباه داریم، اما جاهایی که قسمی اشتباه آشکارا و بازد کنیم باز دیگه او اشتباه نیست، یک نوع جاهلیت است. این بخش دوستان عزیز مارکت پرده‌فروشا و مستری ها هست که پرده‌فروشیش از مستریاش البته کنم پایین است. بسیار یک جای بزرگ است دوستان عزیز، بسیار، یعنی همون بزرگترین و همون بهترین پرزجات و مستری ها و ورکشاپ ها در همین قسمت شهر کابل موجود است. مواد ارتزاقی بهارستان، مارکت مواد ارتزاقی البته مارکت همونطور که مارکت پیاز کچالو است و مارکت سبزیجات، مارکت مواد عمده هست. مارکت سبزیجات گفتیم اونو دوستان عزیز مارکت ملی و بین المللی میوه و ترکاری هست. در اون بخش دیدیم این طرف کلا دوستان عزیز همین مواد ارتزاقی فروخته میشه. دکان‌های مواد ارتزاقی و خوراک فروشی ها هستند. چه شرکت که جور شده، شرکت نمیدونم چه ساختمان که جور شده، چه سرای جور شده، سرای الحاج عزیز الله پسران تجارتی مرکز تجارتی الحاج عزت الله و پسران میشه. این دوستان عزیز فکر کنین که نیا اینجا پارک کردن دیگه، ما از کجا بریم، از کدام را بریم؟ طرف هم گلالای هست و این کار باز خراب میکنه. امروز مزه مارکت و قدر نیست دوستان عزیز، برعکس روزا که بسیار بیدوار می باشه امروز و قدر مزه مارکت نیست. خوب دوستان نهایت گرامی و عزیز، این هم از مارکت شهر کابل. انشالله که ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه تانه به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.